بسم الله الرحمن الرحیم. بنده یوسف مولایی میخوام در مورد دیسک صحبت کنم. امروزه در جامعه خیلی از برادران و خواهران از قسمت کمر درد و رنج میکشن. بعضی ها مقطعی تو کمر موقع ایستادن درد میکشن. بعضیا از قسمت باسن دارای درد هستن. بعضیا بین باسن و زانو یعنی قسمت ران درد دارن. بعضیا قسمت ماهیچه پشت و پا درد دارن. بعضیا این درد پیشرفت کرده زیر پا احساس بی‌حسی دارن. حتی انگشت بزرگ پا بی‌حس شده و قدرت دفاعی خودش از دست داده و بعضیا قسمت زیرین پا و روی پا بی‌حس شده و یکی از انگشتان کوچیک پا بی‌حس می باشد و بعضی ها از قسمت ستون فقرات قسمت بالایی گردن احساس درد میکنن به نام آرتروس. اسمش تو جامعه فعلا گذاشتن آرتروس. من راهکاری که خدمت شما میخوام ارائه بدم انشاءالله مورد فایده قرار بگیره و بنده تو جامعه استفاده کردم. روزانه 6 نفر 7 نفر مراجعه میکنن و مشکلشون برطرف شده. خود بنده جزء آنها بودم که شدیدترین دیسک رو داشتم. کمرم خم شده بود، خوابیده غذا میخوردم، نمیتونستم راه برم. 14 تا دکتر به من جواب به منفی داده بودن، ناامیدم کرده بودن، گفته بودن باید عمل جراحی بشه، جراحی نکنی فلج میشی. بالاخره ناامید برگشتیم خونه. روزی به تلویزیون نگاه میکردیم، به اخبار علمی فرهنگی به این شکل گفت کلیه دیسک ها با مقداری نرمش برطرف میشوند. اخیراً دانشمندان تشخیص دادن. این کلمه به من، این جمله به من امیدواری داد. اون دانستنی های قبلی و اطلاعات قبلی که خودم داشتم به اضافه دکترا یه سری نرمش ها رو به بنده ارائه داده بودن، به اضافه افراد تجربی، اونا رو جمع کردم یه جا، مضرا رو گذاشتم کنار، روی مفیداشون کار کردم. یه مجموعه نرمشی درست کردم که به هر کس ارائه میدم موفق میشن، یعنی در مورد دیسک آسوده میشن. حالا علائم کسانی که به دیسک ضعیف و شدید گرفتارن و یا به نوعی کمردرد دچارن، اونا رو خدمتتون میخوام بگم جهت اطلاع. یکی از اونایی که گرفتار دیسک کمر هستن قدرت تمرکز فکری نمیتونن داشته باشن. به عنوان مثال نمیتونن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشن، نمیتونن به خوبی یک حساب کتاب دقیق تنظیم کنن، دچار فراموشی لحظه‌ای میشون. خیلی از مواقع به دنبال سیویچی که به اصطلاح روی تاقچه گذاشتن یا جای دیگه دنبالش میگردن، دنبال موبایلشون میگردن، دنبال جورابشون میگردن. این به ستون فقرات برمیگرده. نگران این قضیه نباشید، به راحتی برطرف میشه. از نظر رفع مزاج، عذر میخوام، دفع ادرار و مدفوع و غاز مشکل دارند. تعداد دفعات ادرار به دلیل سردی بدن زیاده. حالت یبوست، سفتی مدفوع پیدا میکنن. به راحتی نمیتوانن بشینن و دفع ادرار و مدفوع و غاز داشته باشن. فرم نشستنشان نرمال نبوده و از اختیار آنان خارج می باشد. مورد بعدی در صورت بالا بودن دیسک شدید، یعنی دارای دیسک شدیدن اون افراد، یک در قسمت کشاله ران و قسمت زیر شکم بعضی مواقع احساس درد دارن، تنگی نفس دارن و در طی
پله بیشتر یا سرازیری ها به هن میافتن. توانایی راه رفتن به شکل مناسب رو ندارن. اگر چنباتمه بشینن فوری پاها به خواب میره و هنگام بلند شدن حالت بی‌حسی و سوزن در پاهاشون احساس میکنن و در صورت درمان نکردن از بالاتنه بدن خم میشه و به شکل لردوز در میاد، یعنی به شکل دال در میاد. و اگر دیرتر جلوی این موضوع گرفته نشه، جلوگیری نشه، ستون فقرات حالت شلنگی پیدا میکنه و به شکل علمی میگن اسکلیوز در میاد. خم میشه کمر به چپ و راست. افراد گرفتار دیسک هنگام خواب نمیتوانند دو پا رو دراز کنن. میگم دلیلش چیه. و راحت خواب ندارن. در حین خواب به چپ راست میگردن و به شکل دمرو به هیچ وجه نمیتوانن بخوابن. از قسمت پایین عضلات به علت اسپاسم قطع کنید آیا یک رگی به نام سیاتیک از باسن تا قسمت ماهیچه یعنی قسمت پایینی پا تیر میکشه. اونایی که گرفتار دیسکن. این افرادی که گرفتار دیسکن در آخر سر احساس ناامیدی میکنن. زود هم به جراحی میرن. وقتی که دیسک دارن اینه. اول توکل به خدا داشته باشید. دوم همه دیسک ها به عمل جراحی مربوط نمیشه. همه به عمل جراحی فکر میکنند، در حالی که اینجوری نیست. سوم هیچ دیسکی از نظر بنده قابل عمل جراحی نیست مگر اینکه ستون فقرات در اثر تصادف و افتادن از بلندی شکسته باشه. یه سری صحبت در مورد غذاها دارم خدمتتون، این رو داشته باشید. استفاده از بعضی از غذاها و استفاده نکردن از بعضی از غذاها، یعنی پرهیز از اونا لازمه. اون غذاهایی که باید استفاده بشه چیان؟ یکی از اونها انواع مرباهاست، برای افرادی که دیسک دارن مفیده. دومی انواع عسل هاست. سومی انواع حلواها. چهارمی انواع خرماها. پنجمی شیره های انگور و خرما. اینا مفیدن. حلوا با شیره انگور باشه بهتره. حلوا با شیره خرما باشه بهتره. حلوای شکری بهتره. مخلوط شیر عسل، مخلوط شیر با شیره خیلی مفیده برای دیسک. مخلوط زنجبیل به اندازه 1 قاشق چایخوری به سوپ در هر وعده خیلی مفیده. مخلوط گرد زیره با سوپ و جو مفیده، باید استفاده بشه. حالا غذاهایی که مفید نیستن باید از اونا پرهیز کنیم. اونا چی هن؟ انواع ترشی ها، اونایی که مشکل کمر دارن مضره، نباید استفاده بشه. خربزه و هندوانه مضره براشون و استفاده بیش از حد از خیار و درختی یا بوته‌ای مضره. استفاده کم از تخم مرغ و نیمرو با روغن نباتی. هنگام استفاده از انار حتما از نبات استفاده بشه. حالا
نرمش هایی که مربوط به دیسک کمر و کمردرد و آرتروز گردن هست خدمتتون بیان میکنم به شرح زیر. حالا میتونید قطع کنید آیه. نرمش هایی که میخوام ارائه کنم به 11 شکل مختلف هست. عده‌ای از اون نرمش ها پایین تنه هست به تعداد 5 حرکته. عده‌ای از اونا برای میان تنه است دارای 2 حرکته و عده‌ای از اونا برای بالا تنه است که 4 حرکته. اینها رو میگن نرمش های اصلی و غیر از اینا نرمش های فرعی هم وجود داره. یکی از اونا کشش عضلات به اندازه زمانی 1 صلوات در حالت درازکش عملا انجام میدم، میبینید استفاده میکنید. یکی از اونا کشش عضلات در حالت ایستاده که پاها به اندازه عرض شونه باز، یک دست در کمر قرار گرفته و دست دیگر همراه با سر به بالا داده می شود و بدن را به جلو کشیده تا سنگینی روی پای جلو قرار گیرد و پاشنه پا کمی بالا حرکت کند و نوک پا از زمین کنده نشود. دومین نرمش عضلات جلو عقب کردن مچ دسته. سومینش کشش عضلات شکم و کمر به حالت قربه‌ای هست. به حالت عملی این نرمش‌ها ارائه داده بشه بهتر یاد میگیرید. خب حالا به شکل تئوری خدمتتون بیان میکنم اون پایین تنه ها رو، بعداً عملی میبینید. یکی از اونا بازبسته کردن زانوها بعد از جفت کردن پاهاست. قبلا بگم خدمتتون همه حرکت ها 20 باره، نه بیشتر نه کمتر. اگه بیشتر انجام داده بشه اونایی که گرفتارن موجب التهاب اون موضع خواهد شد. نباید بیشتر انجام بدید. دومین حرکت دادن زانوها به شکل دمبلی بعد از دور کردن پاها از هم دیگر. سومین حرکت بعد از جفت کردن پاها یکی از آنها را روی دیگری سوار کرده به اندازه 45 درجه به چپ و راست حرکت می دهیم. چهارمین حرکت دستها را جفت کرده یکی از زانوها را به شکم می کشیم و رها می کنیم. پنجمین حرکت حالت دوچرخه یا رکاب زدن با 2 پا. این 5 تا حرکت برای پایین تنه است. برای میان تنه 2 حرکت لازمه. یکی از اونا انجام دادن نیمه دراز نشست یا حرکت شکم تو جامعه معروفه. دومین حرکت چپ و راست کردن متکا با 2 دست. این 2 مورد رو عملی انجام میدم، نگاه میکنید، استفاده میکنید و مورد مفید قرار داده میشه. حرکت های بالاتنه 4 حرکته. یکی از اونا دایره فرضی فضایی با 2 دست کشیدنه. دومین حرکت پروانه با 2 دسته. سومین حرکت انجام حرکت پرواز با 2 دسته. چهارمین حرکت انجام حرکت ضربه دری با 2 دست. قبل از اینکه این حرکت ها رو خدمتتون بیان کنم این یادتون باشه اونایی که دچار کمردرد و دارای دیسک هستید این حرکت ها رو انجام دادید بعد از 3 یا 4 روز در 2 تا باسن
یا نشیمنگاه ایجاد درد شدیدی خواهد شد. شما باید تحمل بکنید، یعنی با درد کنار بیایید تا سپری بشه. سپری شد، روز پنجم دیگه درد نخواهد شد. اگه رها کنید هیچ فایده‌ای نداره. این درد لحظه‌ایه، برطرف خواهد شد. به خاطر چی به درد مبتلا میشیم؟ عضلات قبلا بی‌حس شدن، خوابیدن، رشته‌های عصبی خوابیدن. این حرکت‌ها رو انجام میدید، عضلات به خودشون برمیگردن، رشته‌های عصبی خودشون رو میفهمن. هر چقدر درد بالا باشه، قسمت کمر بالا باشه بهتر. هر چقدر پایین باشه، قسمت باسن، قسمت زیر زانو، قسمت پا باشه بدتره. نگران نباشید، کلیه دیسک ها با مقداری نرمش برطرف می شوند. نظر بنده اینه که هیچ دیسکی مورد عمل جراحی نباید قرار بگیره. امیدوار باشید. بنده که نمیتونستم راه برم، نمیتونستم بشینم، نمیتونستم بخوابم، 2 سال نتونستم پامو دراز کنم. دکترها گفتن باید عمل جراحی بشی، عمل نکنی فلج میشی. پس کو؟ من که خوب شدم، من که رفتم کوه سبلان فتح کردم اومدم. پس کو اون حرفا؟ پس عزیزان امیدوار باشید، هیچ دیسکی قابل عمل نیست. اینا رو انجام بدید حتما موفق خواهید شد. بر محمد و آل محمد صلوات. اولین حرکت پایین تنه، حرکت های اصلی. یکی از اون حرکت ها، اول پاها را جفت میکنیم، زانوها را رها میکنیم به این شکل. بعد زانوها را میچسبونیم به هم دیگه. شماره 1 رها میکنیم، شماره 2 سرمون پایین، شماره 3 4 5 6 الی 20 تا حرکت اینو انجام میدیم. حالا هر اسمی که خودتون دلتون میخواد بگذارید. بازو بسته شدن زانو، هر کس دل خودش هرچی خواست نام میگذاره. شماره بعدی پاها از هم دور به شکل دنبلی به این شکل حرکت میدیم. منتها یکی از پاها را باید بشماریم. اینو 1 2 3 4 5 الی 20. این دومین حرکت. سومین حرکت پاها روی هم. این به 2 شکله. یا میگه با فشار پایی که روی اون قرار گرفته اون یکی پا رو به این شکل فشار میدیم، این طرف میاریم وسط میشماریم، یا نوک این پا بخوره برگرده وسط، بخوره به زمین برگرده به وسط، یا پاشنه پا یا نوک پا بخوره به زمین برگرده سر جای خودش. اینی که به این شکل یه نفر کمر گرفته میپیچونه. این به 2 شکله. به طرف راست هم باید حرکت داده بشه، عکس و برعکس هست. یکی از اون شکل‌ها رو انجام میدیم، یا اینو انجام میدیم یا اینو. یکی از اونها رو باید انجام داد. خب 4مین حرکت به این شکله. با 2 دست زانو رو میگیریم، میکشیم به شکم، رها میکنیم. رها کردیم همزمان دست میاد بالا قرار میگیره، همینجوری که جفت کردیم دست. پا هم به این شکل میره پایین. سنگینی پا زمین افتاد، پا را رند میکنیم به این شکل. اون موقع عضلات اطراف زانو و قسمت پایینی ضربه‌ای حالت کشیدگی ایجاد میشه. آینده زانو درد پیدا نمی کنید. من تند انجام میدم، نگاه کنید.
1 2 3 الی 20. اون یکی پا هم به این شکل حرکت داده میشه. 1 2 3 الی 20. داخل پرانتز یه چیزی بگم، اونایی که مشکل دیسک کمر دارن یکی از پاها به شکم نزدیک نمیشه. بعد از تمرینات به تدریج 2 تا پا میچسبن به قسمت شکم. نگران نباشید. شماره 5 انجام عمل دوچرخه یا رکاب. اول با یکیش انجام میدم، نگاه میکنید، با نوک پا سعی کنید یک دایره فرضی تو فضا بکشید. فقط اون موقع یک پا رو بشمارید موقع شمردن. 1 با 2 پا انجام میدم. 1 2 3 4 تا 20. اینجا داخل پرانتز باز یه چیزی بگم، میشه قسمت جلو اینو انجام داد. اگه به این شکل اونایی که گرفتارن انجام بدن به قسمت کمر فشار وارد میشه. شما باید پا رو بیارید بالا، کمر درست زمین قرار بگیره، یعنی سنگینی پا بیفته روی باسنا. اون موقع انجام بدید. بعد اونایی که گرفتارن نمیتونن 20 تا رو پشت سر هم انجام بدن. اول 5 تا انجام میدن، استراحت، 5 تای دیگه تا 20 تا یا 10 تا انجام میدن، نفسگیری، استراحت، 10 تای دیگه الی 20. این 5 تا برای پایین تن است، به خاطر اینکه قاطی نکنیم. حالا مرحله بعدی میان تنه، حرکت میان تنه. اولین حرکت به این شکله، دستها را تو کشاله ران قرار میدیم تا زانو حرکت میدیم، به شرط اینکه کمر از زمین کنده نشود. سقف نگاه میکنیم به این شکل، نگاه کنید. 1 2 3 4 5 الی 20. اونایی که گرفتار دیسک کمر هستن باز نمیتونن پشت سر هم 20 حرکت انجام بدن. اول باید 5 تا یا 10 تا انجام بدن، بعد 10 تای دیگر. حرکت بعدی حرکت دادن متکا به چپ و راسته. به این شکل متکا رو میگیرید، از قسمت بالا اینجا قرار میدید، به حالت یک پاندول یا آونگ حرکت میدید. به این شکل نگاه کنید. 1 2 3 4 الی 20. یا به این شکل به متکا نگاه کنید، به خاطر اینکه قسمت کتف پشت نرم بشه. این هم برای وسط تنه. 2 حرکته، نیمه دراز نشست و حرکت دادن متکا به چپ و راست. حالا حرکت بالا تنه 4 تاست. یکی از اونا به این شکل به عنوان نمونه انجام میدم، نگاه کنید. حساب کنید معلم به این شکل گشت دستش گرفته، یه دایره فضایی به این شکل میکشه که دایره از این قسمت دست تا اینجای دست شعاع دایره، این وسط مکان دایره، مرکز دایره. حالا حرکت میدید، یه دایره میکشید منتها تو فضا. با 2 دست باید دایره کشید، یعنی در یک لحظه 2 تا دایره میکشید. به این شکل نگاه کنید. این 1 دایره، این 2 دایره الی 20 تا دایره. بعد
برعکس این هم 20 تا. 1 دایره، 2 دایره. این حرکات دایره فرضی به عضلات گردن، عضلات پشت کتف، عضلات زیر بغل، عضلات سینه تاثیر زیادی داره. اونایی که آرتروز گردن دارن، آرتروز گردن برطرف خواهد شد. شماره بعدی یعنی حرکت دوم بالا تنه. کف دست پایین، این دست پشت این دست بالا. به عنوان نمونه اولین حرکت نگاه کنید. به این شکل حرکت میدم، برمیگردونم. 1. منتها 2 تا دستم باید حرکت بکنه. یکی از دستام میشمارم. 1 2 3 الی 20 تا. یکی از دستا رو میشماریم، اون یکی شمرده خواهد شد. یعنی در اصل 40 تا حرکت انجام میدیم. شماره 3 دستها را بغل باسن قرار میدیم. به این شکل حرکت میدیم تا قسمت بالای سر پشت دست بخوره به هم دیگه. اونایی که مشکل آرتروز گردن یا مشکل ستون و فقرات بالاتنه گردن دارن، این دستها به هم دیگه نمیرسه. این تمرینات انجام دادن به خوبی میان همدیگه رو لمس میکنن دستها. منتها حرکت به این شکله. ببینید 1 2 3 4 الی 20 تا. اسمش هست پرواز. حرکت بعدی دستها به این شکل باز، به این شکل حالت ضربه دری انجام میدیم. اسمش ضربه دریه. به این شکل 1 بار به این شکل، 1 بار به این شکل. موقعی که دستها باز میشن، استخوانه های پارویی پشت به همدیگه نزدیک میشن و در نتیجه اون قسمت دنده ها به این شکل باز و بسته میشن. تنها قسمتیه که موقع ورزش یا نرمش حرکت داده نمیشن. خیلی از افراد به قولنج گرفتار میشن. حرکت ها رو انجام میدم. نگاه کنید. 1 2 3 4 5 الی 20 تا. اینها حرکت های اصلی هستند. 11 تا حرکت شد. دوباره از هر کدوم یه دونه انجام میدم. پایین تنه 5 تا به این شکل. 1 2 3 4. منظورم به این شکله. بکشید به این شکل، دست بالا، پا دراز کشیده بشه، رند بشه، بعد برگرده. 2 تا پا رو انجام میدیم. بعد دوچرخه زدن، رکاب زدن. حرکت بعدی میان تنه به این شکله. حرکت متکا هم چپ و راست کردن متکا. بالا تنه هم 4 تاست به این شکل. دست به این شکل قرار میدید. 20 تا. 20 تا هم به این شکل. حرکت بعدی بالا تنه اسمش پروانه است. به این شکل. حرکت بعدی پرواز به این شکل. حرکت بعدی هم که ضربه دریه به این شکل. این یادتون باشه وقت نرمش صبح بلند شدید انجام میدید، لباس راحتی تنتونه. بعضی از لباس ها محدود کننده هستن. شلوار لوری یا کردی، شلواری ورزشی، شلواری که راحت میشه باهاش ورزش کرد، یا زیر پیرن. از رخت خواب بلند شدید روی اون انجام میدید. یا هنگام شب، وقتش صبح و شبه. شب شما شام خوردید، استراحت کردید، شب نشینی کردید، میخواهید بخوابید. برای هضم غذا هم مفیده. لباستون هم که راحته.
موقعی که جاتون رو میخواید استفاده کنید بخوابید، حتما پتو بندازید بخوابید. از دوشک بپرهیزید. پتو رو دلا کنید، روی اون بخوابید، روی اون هم نرمش داشته باشید. مطمئن باشید تو 1 هفته اونایی که به دیسک گرفتارن نتیجه رو خواهند گرفت. 2 هفته انجام میدن اینو، خوب شدن دیگه کنار نذارن. در عرض 2 هفته خوب شدن، در عرض 2 هفته اینا رو انجام میدیم صبح و شب. بعد از 2 هفته فقط صبح نرمش ها رو انجام میدیم. حالا نرمش های فرعی قطع میکنید. اینها نرمش های فرعی هستند. اگه دلتون خواست اینا رو انجام بدید. لازمه که انجام بدید عضلات آماده باشن. یکی از اونا دستا رو به این شکل آماده میکنیم. بعد عضلات جلویی مچ دست و قسمت پشتی مچ دست به این شکل آماده میکنید. 20 تا به این شکل حرکت میدید. حالا اسمشو هرچی خواهید گذاشت میل خودتونه. 20 تا به این شکل، 20 تا به این شکل. حرکت دوم به این شکل، پاها را دراز میکنید، دست‌ها هم بالا. پاها را به این شکل رند میکنید، دست‌ها هم بالا رند میکنید. حالا نگاه کنید به اندازه 1 صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا شل دوباره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینو 5 بار انجام میدید. حرکت بعدی به این شکله. حرکت گربه‌ای یا پلنگی. دستا به این شکل باز، پا هم به این شکل باز. شکم پایین داده میشه، قسمت کمر قوس داده میشه، سر بالا به این شکل. ببینید اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا شل 5 بار این حرکت انجام میدید. حرکت بعدی شکم تو، کمر بالا قوس داده میشه، سر پایین. ببینید اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا حرکت بعدی پاها به از مطالب اونجا صحبت کردم یادم رفته باشه، به من اشاره کنید بگم. آخه اینجا آدم مقیده، اونجا نه. شروع کنیم یا شروع کنیم؟ خب حرکت بعدی که برای عضلات مفیده، پاها به این شکل به اندازه عرض شونه باز. اون پایی که قسمت عقب قرار گرفته، اون دست روی کمر قرار داده میشه. دست دیگر بالا، سر هم بالا قرار میگیره. اون موقع حرکت میکنیم به طرف جلو، سنگینی میفته روی پای جلو. پاشنه پای عقب یه مقدار میاد بالا. نگاه کنید به این شکل. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برمیگردیم سر جای خودمون. اینو 5 بار انجام میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حرکت بعدی به این شکل. باز پاها به این شکل به اندازه عرض شونه باز. دستی که پایی که عقبه با دستی که همون سمت خودشه روی کمر قرار میگیره. این دست بالا، سر هم بالا به اون شکل. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برمیگردیم سر جای خودمون دوباره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این صلوات اندازه، یعنی زمان به کارگیری عضلاته. اگه خوب شدید در هر نمازی برای بنده صلوات بفرستید. با آرزوی سلامتی کلی مؤمنین و مؤمناتی که مریض هستند، بنده از شما خداحافظی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله